سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 27 نوامبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. با داده رقم میروم به خدمت حربی بردن بچه های تاجیک در روسیه. در تاجیکستان چندین هزار منصبدار را برای قانون شکنی به جوابگری کشیدند. حبس 3 نفر از جمله داماد برای تیرپرانی در توی تاجیک‌ها در روسیه. تاجیک تنها استاد ساختمان نیست، پیروزی فاروق حسنوف در آزمون نوکفسیو میسته. بازداشت 24 نفر برای ویران کردن ترتیبات هنگام تجلیل روز پرچم. دستگیر شدن 5 زیردست نرکبران تاجیک رام عباس در ابخازستان. و اکنون تفصیلات خبرها. یک جوان تاجیک در یک ویدیوی کوتاه ولی خیلی صمیمانه درباره در روسیه به خدمت حربی بردن او و باز چند بچه دیگر تاجیک خبر داده است. در این ویدیو یک جوان تاجیک کریش کوتاه نو دمیده، در سرش کلاه یا شبکه زمستانه سربازی و در سر کتفش برخلته دارد. قطار جوانان مثل او کلاه‌های حربی در سر و برخلته و در سر کتفشان نشان می‌دهد که از یک راه برفپوش ظاهراً از نقطه سربازگیری یا کمیسریت حربی در یکی از شهرهای روسیه به طرف مکان خدمتش رفته ایستادند. کوتاه گپ این بچه‌ها هم کسا رفته ایستادند، میگوید جوان تاجیک به زبان تاجیکی. معلوم نیست که آیا همه سفربر شدگان تاجیکند یا تنها یک قسمشان، ولی اینکه در بینشان چندین نفر تاجیک است از صحبت بین آنها به زبان تاجیکی و هم از اینکه جوان مؤلف ویدیو یک نفری از او در قطار بیشتر ایستاده را رامان ای رامان گفتن ندو میکند. همین طور مؤلف ویدیو یک جوان دیگر نیز غالبا تاجیک را که از قفاتر قطار به او برابر می شود دو درک گویان خطاب میکند و میگوید короче اینا همه کسا و چاکو رفتستان. رامون ای رامون حقیقتی برچکم انشاءالله ساما میره میه نیما اشتیاک انشاءالله. اینا با چاکو همه کسا رفتستان خدمتی پدر مادر اشتیاک همه خیلی رفتستان میکنه خدمت. کی و در کدام شهر روسیه ثبت شدن این نوار معلوم نیست، ولی وقتهای آخر مقامات روسیه با جلب امان به مکانهای بود و باش و کار مهاجران از جمله به مسجدها و انبارها و ساختمانها ریدهای زیاد انجام داده مهاجرانی را که علاقه شهروندی روسیه را به دست آوردند مجبور میکنند که خود را در کمیسریت‌های حربی ثبت نام کرده به خدمت حربی حاضر شوند. بسیاری ها در زیر این ویدیو در حق او و دیگر بچه‌های تاجیک که در روسیه به خدمت حربی برده میشوند دعا کردند که خداوند نگهبانشان باشد. کاربران همین طور از آنها اظهار تشویش کردند که مبادا مقامات روسیه این بچه‌های جوان از 100 گل یک گلشان نشکفته را به جنگ اوکراین برند. این نگرانی ها بی اساس نیست، چون که وقتهای آخر لعن ضد مهاجران در صحبت‌های منصبداران بلندپایه روسیه خیلی بالا گرفته است و برای مثال سردار کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریک نلکی چندین بار پیشنهاد میکند که باید مهاجران صاحب شهروندی روسیه داشته را در نوبت اول به جنگ ضد اوکراین ببرند تا که آنها صداقتشان به وطن نو خود را در عمل نشان بدهند. اما کسی نمیپرسد که آیا به خود باستریکین چه خلل میرساند که اتاق کاری گرمش در مسکو را گذاشته به جنگ برود و او هم صداقتش به وطنش را در عمل نشان دهد. روسیه 24 فوریه سال 2022 با بهانه گویا حمایت از اهالی روزبان دنباس به اوکراین حمله کرد. طی 21 ماه گذشته از آغاز این جنگ که مقامات روسیه آن را همچنان سرسختانه نه جنگ بلکه عملیات حربی مخصوص نام میبرند، از هر دو طرف ده ها هزار نفر کشته شده، تقریبا 5 میلیون آدم زخمی شدند. داستانی کل یا پروکراتور گنرالی تاجیکستان خبر داد که طی 3 سال آخر 2020 2022 و نیمه اول سال 2023 نهادهای دادستانی تنها برای ویران کردن ترتیب قانون تقسیم زمین به عنوان شخصان منصبدار 8435 امر و 4149 پیشنهاد برآورده با قرارهای غیر قانونی
رئیسان شهر نویهو 4066 اعتراض آوردند. در این مدت بنا به اطلاع داستانی کل تاجیکستان 3864 منصبدار به جوابگری انتظامی و 16716 نفر به جوابگری ماموری کشیده شده. در عموم در رابطه به قضیه های زمین فروشی 3696 پرونده های جنایتی آغاز کرده شده. 49150 از ده 72 هکتار زمین های خودسرانه اشغال شده و غیر قانونی داده شده به حالت اوله برگردانیده شدند. این رقم روز 24 نوامبر سال 2023 در مجلس وسیع هیئت مشاوره داستانی کل صدر داد. این نشست تحت رئیسی پروکورور گنرالی گنرال پلکوونیک عدلیه رامون یوسف احمدزاده و با اشتراک وزیر کشاورزی، رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گردیزی، معاون یکم وزیر کارهای داخلی، معاون پروکورور گنرالی، سرداران ریاست و شعبه ها و دیگر کارمندان مسئول دستگاه مرکزی پروکراتور گنرالی، پروکورورها و سرداران ریاست های کارهای داخلی ولایت ها و شهر و نویه های جمهوری و رئیسان برخی از شهر و نویه ها برگزار گردید. بنا به اطلاع رسمی در این مجلس دو مسئله مورد بررسی و محاکمه قرار داده شد. یکم حالت رعایت و اجرای قانونگذاری در مورد استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین از جمله زمین‌های تعینات کشاورزی، فوند دولتی آب، نقلیات و علاقه، پیشگیری حادثه‌های غیر قانونی دادن و وابسته کردن زمین، غصب آن و ساختمان‌های خودسرانه در این گونه زمین‌ها در دوام سال‌های 2020، 2022 و 6 ماه 2023. دوم، حالت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت اپراتیوی جستجویی و دیگر سندهای معیاری و حقوقی از جانب مقامات عمل کننده فعالیت فوری و جستجویی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان آید به آشکار نمودن، آگاهانیدن، پیشگیری کردن و کشادن جنایت‌های وزنین و مخصوصا وزنین در دوره سال 2022 و نوماه سال 2023. در رابطه به موضوع اول جلسه تاکید شد که تامین امنیت وضوقواری شرط اساسی رشد منبعد جامعه و دولت محسوب یافته، اون به استفاده مقصدناک زمین وابستگی زیچ و ناگسستنی دارد و پرزیدنت امامعلی رحمان به این مسئله دقت جدی داده جهت استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین مدام دستور و سپارش‌های مشخص می‌دهد. در انجام جلسه پروکورور گنرالی یوسف رحمان با مسئولین سوای زمین، کارمندان مقامات کارهای داخلی و پروکورورها جهت برطرف نمودن کمبودی‌ها و بازم پرزور نمودن نظارت پروکوروری در این سمت‌ها دستور و سپارش‌های مشخص داده از نتیجه مجلس قرارهای دخلدار قبول گردیدند. اما در اطلاع داستانی کل گفته نشده است که مشخصاً چه قرارهای دخلدار قبول شدند. تقسیم قطعه‌های زمین برای تاجیکستان که اولیش با صورت رکوردی در حال افزایش است، سالها باز به مشکل رقم 1 تبدیل یافته است. تقسیم قطعه‌های زمین یک منبع عمده کروپسیا برای مقامات محلی و حکومت دولتی از جمله در سطح جماعت‌ها و شهر و نویه به شمار می رود. هر سال ده ها منصبداری اساساً رده‌های پایان با جرم زمین فروشی به دست می افتند، ولی در اکثر موردها با پرداخت یگان جریمه ناچیز از جوابگری خلاص می شوند. در پی تیرپرانی در توی دامادی و عروسی زادگان تاجیکستان در شهر پوشکین ولایت مسکو 10 نفر با شمول داماد و عروس و میمانان این توی بازداشت شده. دادگاه شهر پوشکین اخیراً 3 نفر آنها از جمله داماد را برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفت. 7 دستگیر شده دیگر از جمله عروس همچون شاهد میگذارند. در رابطه با این تیرپرانی که روز 10 نوامبر سال 2023 در جریان توی صورت گرفت، بر اساس قسم 2 ماده 213 کودکس جنایتی روسیه با اتهام اوباشی گروهی با استفاده از سلاح پرونده جنایتی کشودند. این بند قانون همچون جزا جریمه بزرگ به مبلغ از 500,000 تا 1 میلیون روبل تا 5 سال کارهای اصلاحی و حتی تا 7 سال زندان را پیش بینی میکند. در ثبت ویدیویی که در اینترنت نشر شد دیده می شود که داماد برابر از منزلشان در بنای بسیار قبطه در شوروی یروسلاو شهر پوشکین بیرون برآوردن عروسش الکی در درآمدگاه این بنا به تیرپرانی شروع میکند. در ادامه ویدیو دیده می شود که عروس نیز در کنار راه همراه داماد از ماشین بیرون برآمده به هوا تیر خالی میکند. 2 نفر از شدگانش جمله داماد زادگان تاجیکستان بوده
دستگیر شده سوم یک مهمان توی از مولدووا بوده است. آنها در بیانات خود گفتند که از سلاح غیر جنگی و فقط به هوا تیر کشیدند. داماد بیانات داده است که بار اول برابری از درآمدگاه بنایش برآمدن به هوا تیر خولی کرد، ولی پیش از تیر کشیدن به اطراف نگاه کرد که یگان کودک نباشد. بعدا بر اساس بیاناتش داماد در پایان شورای یاروسلاو در راه به سوی قهوه‌خانه‌ای که توی باید دایر میشد بازم به هوا تیر خولی کرده است. هم داماد و هم مهمانان توی گناه خود را پورا اعتراف و از کار کردهشان صدقاً اظهار پشیمانی کردند. تیرپرانی در توی‌های دامادی و عروسی بیشتر خاص خلق‌های منطقه قفقاز شمالی بوده. در آن جهات و مقامات به این خواهش تیراندازی داماد و دیگر میهمانان توی‌ها از پس پنجه نگاه میکنند و در رابطه با چنین قضیه‌ها چاره‌های قانونی نمی‌اندیشند. وقت‌های آخر برخی زادگان آسیای میانه از جمله زادگان تاجیکستان نیز به پیروی از این عنعنه رایج در قفقاز شمالی در روز توی خود، البته اگر تویشان در روسیه دایر شود، بعد از سلاح تروماتیکی گرفته برای نمایش شادی و وجه خود به هوا تیر خولی میکنند. در خود کشورهای آسیا میانه از جمله در تاجیکستان مقامات ملیسه چنین کوشش‌های بازی با اسلحه در روز توی را با جزاهای شدید پیشگیری میکنند. دل بسیاری‌ها حالا به داماد میسوزد که مجبور است ماهی اصل خود را نه در کنار عروس دوست داشته‌اش بلکه در پس پنجره سزا سپری کند. ولی در همین حال کانال‌های ملتگرایان روس از آن اظهار ناراضگی کردند که چرا دادگاه شهر پوشکین عروس را که هم در روز تویش تیرپرانی کرده بود به حبس نگرفته است. آوازخوان جوان 25 ساله تاجیک فاروق حسنوف با کسب 98 آواز از 100 آواز 100 عضو داوران در موسم پنجم آزمون آوازخوانی نوکفسیو میسته در شبکه تلویزیونی روسیه یک غلبه کرد و 5 میلیون روبل جایزه اساسی این آزمون را به دست آورد. بر علاوه سپانسور آزمون به آوازخوان تاجیک باز 1 میلیون روبل دیگر تحفه کرد. مرحله نهایی آزمون شام 24 نوامبر سال 2023 نمایش داده شد. فاروق حسنوف این دفعه ترانه برونو مارس را اجرا کرد و با کسب 98 آواز دو رقیب باقی مانده‌اش در مرحله نهایی را شکست داد. فاروق حسنوف ترانه برونو مارس را چنین زیبا خواند که اکثر اعضای هیئت یکمان که 100 نفر بودند بالای میزها برآمده می‌رقصیدند و به خواننده تاجیک کف می‌کوفتند. حتی رهبر یکمان آوازخوان شناخته روس سرگئی لازاروف و فیلیپ کیرکوروف شورتیور که او هم این بار در هیئت یکمان بود طاقت نکرده از جای برخاست و در هوای آوازخوانی فاروق کف می‌کوفت. فیلیپ کیرکوروف بعد انجام هنرنمایی فاروق حسنوف در حالی که احساسات خود را پنهان کرده نمی‌توانست خطاب به آوازخوان تاجیک گفت به صحنه هنرمند برآمد. آوازخوان‌های زیادند ولی هنرمند کم در کم است. آفرین به تو هنرمندی. اعلان پیروزیش را فاروق حسنوف با شعار تاجیکستان به پیش استقبال گرفت و وقتی جایزه اساسی را به او می‌سپاریدند گفت من افتخار میکنم که تاجیکم. من نشان دادم که تاجیک‌ها فقط استاد ساختمان نیستند، ما پرهنریم. من این پیروزی را به کشورم تاجیکستان میبخشم. گفتنی است که در طول آزمون فاروق حسنوف چندین بار تاکید کرد که او تاجیک است و برای این به صحنه میبراید تا همه دانند که تاجیک‌ها کیستند. از این قبل فاروق حسنوف وقتی بار اول در این آزمون هنرنمایی میکرد گفته بود که میدانم که تمام مردم، تمام تاجیکستان و اهل عائله‌ام مرا مخلصی دارند. لازم به ذکر است که غالب آینده در این آزمون تصادفاً اشتراک کرده است. فاروق حسنوف عزم سفر امریکا داشت ولی استادش ظفر عبدالعلیموف برایش مشورت داد که اول قوه‌اش را یک بار در آزمون نوکفسیو میسته بسنجد. ظفر عبدالعلیموف که نیز یکی از 100 عضو هیئت یکمان آزمون بود ولی هر باره که شاگردش هنرنمایی میکرد او اصولاً ترک هیئت یکمان میکرد تا داوری عادلانه باشد و کسی او را به طرفگیری و قضاوت مغرضانه عیبدار نکند. فاروق حسنوف میگوید در وقتش زیر تاثیر ترانه‌های آوازخوان کانادایی جاستین بیبر پای به صحنه هنر گذاشت و تا حال مخلص این آوازخوان بوده میخواهد با او در یک صحنه هنرنمایی کند. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. وزارت کارهای داخلی جمهوری جدایی طلب ابخازستان یا ابخازیا
یک منطقه واقع در شمال و غربی قفقاز در روزهای آخر از بازداشت دست کم 4 زاده تاجیکستان و یک جوانزن روس در شهرهای سخومی و پیتسوندا با جرم قاچاق فروش مواد مخدر خبر داد. همه آنها برای یک نرکبران نیز تاجیکستانی با لقب روم عباس کار میکردند. روز 21 نوامبر سال 2023 کارمندان ریاست ضد مواد مخدر وزارت کارهای داخلی ابخازستان در شهر سخومی ساکن تاجیکستان با بونظرف شورت کومیلوویچ سال تولدش 2000 را دستگیر و از وی 17 بسته مواد مخدر نو متادون را پیدا کردند. بونظرف بیان داد که برای نرکبران با لقب روم عباس کار میکرد و مواد مخدر را از شهر کراسنودار روسیه گرفته به سخومی می آورد و در سراغه هایی که نشان داده بودند پنهان میکرد. شورت بونظرف بابز گرفته شده نسبتش بر اساس قسم 3 ماده 244 کودکس جنایتی ابخازستان پرونده جنایتی گشودند. به او بر اساس این بند قانون از 12 تا 15 سال زندان تهدید میکند. روز 24 نوامبر سال 2023 باز هم در شهر سخومی نومانوف رسول عبداللهویچ سال تولدش 1990 که شهروندی روسیه را داشته است به دست افتاد. هنگام گفتگو از وی 90 بسته متادون را پیدا و مصادره کردند. نومانوف در بیاناتش اعتراف کرد که در سایل بحر سیاه در نزدیکی مجسمه سرباز نامعلوم مواد مخدر را پنهان کرده است. از آنجا 2 بسته متادون و از حجره نومانوف در مهمانخانه اولیمپ از کیسه راست کورکش 2 خلطه با 265 بسته متادون را پیدا کردند. جمعاً از رسول نومانوف 209 گرم متادون گرفتند. به او هم بر اساس قسم 3 ماده 244 کودکس جنایتی ابخازستان از 12 تا 15 سال زندان تهدید میکند. روز 25 نوامبر شبکه رسمی تلویزیون ابخازستان از بازداشت 2 شهروند تاجیکستان و 1 زن شهروند روسیه خبر داد. بر اساس مواد پرونده اسایف خسرو عمرعلیویچ سال تولدش 1998 طبق مصلحت پیشکی با سفاروف نوروزجان سفاروویچ سال تولدش 1994 و شهروند روسیه مفسومووا انگلینا ولادیمیروونا سال تولدش 2000 که موقتا در شهر پیتسوندا زندگی میکرد با سپارش امان نرکبران با لقب روم عباس مواد مخدر آورده در پنهانگاه‌ها در شهر پیتسوندا پنهان میکردند. نوروزجان سفاروف و انگلینا مفسومووا در بیاناتش گفتند که رهبر گروه آنها خسرو اسایف بود. این آدم در تلفن‌های ما با نام روم عباس ثبت شده است و رقم‌های تلفنش از تاجیکستان است. در همین حال تلگرام کانال وزارت کارهای داخلی جمهوری داغستان روسیه روز 25 نوامبر خبر داد که روز 20 نوامبر سال 2023 کارمندان پلیس نویه سویت شهر مخچکالا پشتخت این جمهوری یک شهروند 25 ساله تاجیکستان را با 155 گرم مواد مخدر نو مفدرون دستگیر کردند. به حساب پلیس داغستان این مقدار مفدرون برای 776 دوزه میونه کفایت میکرد. دستگیر شده در بیاناتش گفته است که در ساختمان کار میکرد و با پول معاشش مواد مخدر خریده است تا که آن را فروخته درآمد بیشتر به دست بیارد. به ضد این شهروند تاجیکستان با اتهام قصد فروش مواد مخدر پرونده جنایتی گشودند. به او بر اساس قسم 4 ماده 228 از 10 تا 20 سال زندان تهدید میکند. در محبس‌های روسیه بیش از 7000 زاده تاجیکستان ادای حکم میکنند. بنا به حساب‌های غیر رسمی تقریباً چهارک آنها با جرم قاچاق مواد مخدر محکوم شدند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 26 نوامبر سال 2023 از بازداشت 24 نفر 11 راننده و 13 خواننده مکتب‌های میانه پایتخت و نویه رودکی برای ویران کردن قاعده‌های حرکت و ترتیبات جمعیتی هنگام تجلیل روز پرچم ملی خبر داد. بنا به اطلاع رسمی صحنه 24 نوامبر هنگام تجلیل روز پرچم ملی یک گروه رانندگان حرکت گروهی تشکیل نموده مسافران آنها که همه نابالغند پرچم‌ها در دست خود را از تیره‌های ماشین‌ها بیرون برآورده ترتیبات جمعیتی و قاعده‌های حرکت در راه‌ها را دغلانه ویران کرده و جان خود را زیر خطر گذاشتند. ضمن سنجش از جانب کارمندان میلیس شهر دوشنبه معین کرده شد که حادثه مذکور صحنه 24 نوامبر سال جاری تخمینا ساعت 13:30 در کوچه‌های سینو و مایاکوفسک
از جانب 11 راننده و 13 مسافران ماشین‌های آنها خوانندگان مکتب‌های میانه نویه رودکی و شهر دوشنبه صادر گردیده است. چنانچه در نوار دیده می شود ضمن سنجش معاین کرده شد که این نفران ضمن حرکت گروهی خود را از ماشین برآورده با آواز بلند و گوشخراش داد و فغان نموده به گفته میلیسیا با عملهای خود ترتیبات جمعیتی را ویران نموده باعث ناراحتی و اعتراض شهروندان گردیدند. در نتیجه نفران در حقوق ویرانکنی دست داشته بازداشت و به مقامات کارهای داخلی دسترس کرده شدند. میلیسیای دوشنبه میگوید ذکر نمودن ضرور است که هرچند آنها با این عمل محبت داشتن خود را به پرچم نشان دادنی باشند هم، ولی کردار آنها از دایره معیارهای اخلاقی بیرون بوده رانندگان ضمن حرکت گروهی قاعده‌های حرکت در راه‌ها را دخلانه ویران نموده به حرکت دیگر واسطه‌های نقلیات خلل وارد ساختند. وابسته به این نسبت به 11 راننده برای تشکیل حرکت گروهی طبق طلبات ماده 328 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شد. همزمان نسبت به 5 نفر خوانندگان یکی از مؤسسه تعلیمی نویه رودکی مواد ضروری ترتیب داده شده برای چاره‌جویی و قبول قرار قانونی به مسئولین شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه رودکی ارسال کرده شد. اینچنین نسبت واردان 8 خواننده مکتب‌های میانه دوشنبه طبق طلبات ماده 90 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به دادگاه ارسال کرده شد. این تصمیم جزا دادن نورسان و رانندگان برای تجلیل روز پرچم در جامعه واکنش‌های مختلف به وجود آورده است. برخی از مقامات پشتیبانی می‌کنند و می‌گویند یگان کار تا تجلیل روز پرچم نباید بهانه ویران کردن قانون شود، اما گروه دیگر بر اینند که مجازات برای نمایش محبت خود به پرچم ملی نسل جوان را میتواند دلسرد بکند و خوب میبود اگر مقامات با یگان تنبیه و هشدار زبانی اکتفا کرده این نورسان و رانندگان را جزای سخت ندهند. یک ساکن ولایت سوخت ماه اپریل سال 2023 برای از خدمت حربی آزاد کردن پسرش به یک میانرو قلاب 50,000 سومانی داده است. اون هم در حالی که اون وقت نرخ قانونا به دست آوردن بلیت حربی همگی 28,800 سومانی بود، یعنی قریب 2 مرتبه کمتر. اکبر شریفی سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت شام 25 نوامبر سال 2023 در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی میلیسیا خبر میدید خبر داد که ساکن 33 ساله جماعت غلقنداز نویه جبو رسولوف شیروز اکیموف با اتهام قلابی بازداشت شده است. بنا به اطلاع میلیسیا شیرزاد اکیموف ماه اپریل سال 2023 از یک ساکن 45 ساله جماعت دیوت دیموی امین نویه با وعده از خدمت حربی آزاد کردن پسرش 50,000 سومانی ستانیده این پولها را به منفعت شخصیش استفاده برده است، ولی کار این ساکن دیموی و پسری او را بود نکرده است. در نهایت جبر دیده به مقامات مراجعت کرده است و شیروز اکیموف در اساس عریضه جبری دیده بازداشت شده است. گفته می شود که شیروز اکیموف قبلا هم بر اساس ماده 245 و 247 کودکس جنایتی تاجیکستان با جرم تصرف مبلغ‌ها و قلابی به جوابگری جنایتی کشیده شده بود. حالا به ضد شیروز اکیموف بر اساس ماده 247 با اتهام قلابی پرونده گشوده او را به حبس پیشکی گرفتند. بر اساس این بند قانون به او جریمه هنگفت یا چند سال حکم زندان تهدید میکند، ولی تجربه دادگاهی تاجیکستان نشان میدهد که اکثر افراد متهم به قلابی با پرداخت جریمه از جوابگری خلاص می شود. در این پرونده یک چیز نافهم است که چرا جبر دیده ساکن جماعت دیموی از امکانات قانونی از خدمت حربی 2 ساله آزاد کردن پسرش استفاده نبرده است و آن هم با پرداخت پول خیلی کمتر از اون 50,000 که او به شیروز اکیموف داده است. سال 2021 در قانون خدمت الترناتیوی تغییرات وارد کرده شد که بر اساس اون شهروندانی که نمیخوان 2 سال خدمت ارتش بروند می توانند با پرداخت مبلغ معین به بودجه وزارت مدافعه از این مسئولیت آزاد شده تنها 1 ماه به صورت اکسپرس خدمت کنند. ماه اپریل که ساکن دیموی برای از خدمت آزاد کردن پسرش 50,000 سومانی داد، نرخ این خدمت الترناتیوی برابر 450 نشان دهنده برابر حساب‌ها همگی 28,800 سومانی بود، یعنی قریب 2 مرتبه کمتر از پول داده او. از ماه سپتامبر سال 2023 نرخ خدمت الترناتیوی تا بعد 750 نشان دهنده برای حساب‌ها بالا برده شد و تا پایان سال
آن 51,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. قبلا داستان کل تاجیکستان روز 3 نوامبر سال 2023 از آشکار شدن چندین دولت به شهروندان فروختن بلیط‌های حربی قلبکی از جانب 6 نفر از جمله 2 کارمند میلیتسیا خبر داد. قلبکی بودن بلیط‌های حربی وقتی آشکار شد که صاحبانشان برای خود را در قید گذاشتند و آزاد شدن از خدمت ارتش، با این بلیط‌ها به کمیساریات‌های حربی محلی زیست خود مراجعت کردند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز 27 نوامبر سال 2023 خبر داد که فروش چپتاو از بازی استقلال النصر آغاز یافته است. چپتاو در شهر دوشنبه در خزینه ورزشگاه مرکزی جمهوریوی و همچنین در مغازه رسمی دسته استقلال با سروغه شهر دوشنبه خیابان رودکی 85 فروخته می شوند. بنا به اطلاع فدراسیون فوتبال، چپتاوهای این بازی 3 نو بوده با 3 نرخ گوناگون به فروش گذاشته شدند. نرخ چپتا برای کاتگوری یکم در منبر اساسی 300 سومانی را تشکیل می‌دهد. برای 3 منبر دیگر نرخ هر چپتای کاتگوری دوم 100 سومانی مقرر شده است. نرخ چپتای وی آی پی باشد 3000 سومانی نرخ گذاری کرده شده است. برای معلومات بیشتر می توانید به رقم 992 918 371185 زنگ زنید. بازی دور ششم مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های آسیا 2023-2024 میان دسته‌های استقلال و النصر روز 5 دکامبر سال 2023 در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. آغاز بازی ساعت 21:00 دقیقه. بازی یکم این دو دسته در میدان النصر در عربستان سعودی با حساب 3-1 به فایده تیم میزبان انجام یافت. گل یکم میزبان را در آن بازی ستاره رقم 1 النصر کریستیانو رونالدو وارد دروازه استقلال کرده بود. حالا مخلصان تاجیک بی‌صبرانه منتظر به تاجیکستان آمدن و در بازی با استقلال به میدان برآمدن رونالدو می باشند. اگر او بیاید، این نخستین بازدید این ستاره فوتبال جهان از تاجیکستان خواهد بود. البته کارشناسان فوتبال نسبت به احتمال به دوشنبه آمدن و در بازی با استقلال اشتراک کردن رونالدو چندان خوشبین نیستند. یک مسئله این است که رونالدو اصولا در میدان‌هایی که سبزه‌شان سنی است بازی نمی‌کنند و در تاجیکستان متاسفانه میدان‌های فوتبال سبزه‌شان طبیعی و جوابگوی طلبات مسابقه‌های بین المللی چون لیگ چمپیون‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا وجود ندارد. بر علاوه گمان است که صاحبان باشگاه النصر که در گروه جای اول را در دست داشته عملاً روخت به مرحله بعدی لیگ چمپیون‌های آسیا را علاقه در جیب دارند. به سلامتی ستاره اساسی این باشگاه ریسک کنند و او را در بازی به مقابل استقلال که نتیجهش دیگر برای النصر اهمیت چندان ندارد به میدان سر دهند. رونالدو در بازی نخستین النصر در میمونی با ایران رفت، ولی در بازی دوم با قهرمان قطر باشگاه الدوحیل حضور نداشت. بنا به اطلاع منابع گوناگون در حال حاضر مسئولان رشته فوتبال تاجیکستان با راه‌های مختلف تلاش دارند که به هر صورت به بازدید رونالدو از دوشنبه نائل شوند. به گفته این منابع به آن جانب چندین پیشنهاد داده شده است، از جمله اینکه رونالدو بیاید و در خرک بازیگران احتیاطی دستش نشیند و یا برای خرسند کردن مخلصان تاجیک برای یک مدت کوتاه، برای مثال 15 دقیقه به میدان برآید. در همین حال امروز 27 نوامبر استقلال دوشنبه در شهر دوحه بازی پنجم خود را در چارچوب مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های آسیا 2023-2024 در گروه چهارگانه ای قهرمانان قطر باشگاه الدوحیل برگزار می‌کنند. در گروه چهارگانه ای قهرمان قطر باشگاه الدوحیل برگزار می‌کند. این دیدار در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه ساعت 19:00 دقیقه به وقت محلی و ساعت 21:00 دقیقه به وقت دوشنبه آغاز می شود. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.